درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 68. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی درباره دوره گذشته بخارا تعلیمات گرانبهای از خود باقی گذاشته است، چنانکه خود عینی می گفت در اثرهایش بسیار لحظه های ترجمه حال او انعکاس یافتند. پاولوسکی. سالها می گذرند، نسل‌های نو به عرصه کارزار می آیند، اثرهای بسیار می آفرند، ولی موقع استاد همیشه در بلندی است. اثرهای استاد میراث بوی آن کس همیشه به جوانها تعلیم می دهد، راه نشان می دهد، می آموزد. جلال اکرامی. ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی، پسر احمد الهامی اصفهانی، تولد 1306 1987. از لاهوتی بیزات شنیده نوشته شد. برای عشق جان و دین و دل را هم سفر بردم، دل و دین قتل و غارت شد، فقط جان بدر بردم. به میدانی که از یک تیر رستم باز می گردد، منی دیوانه آنجا جان و دل را بی سپر بردم. مرا راند و به شوخی گفت کس هستی خود چیزی، به همراه بردی آخر. گفتمش آره خبر بردم. گواه از بحر صدقی عشق من می خواست چشم او، به پیشش زود یک دامن پر از لخت جگر بردم. زیبی چیزی میانی عشق بازان مردم از خجلت، که جانان رونما می خواست نام از جان و سر بردم. به بازاری محبت جان و سر یک جو نمی ارزد، من اینجا منفعت از آه گرم و چشم تر بردم.
به پیش غمزش دلتنگی از کاری قضا کردم. ز نادانی شکایت از پسر پیش پدر بردم. دلم عمریست با چشمان او خو کرده لاهوتی. تحمل را ببین من با اجل عمری به سر بردم. فقط سوز دلم را در جهان پروانه می داند. غمم را بلبلی کاواره شد از لانه می داند. نگریم چون ز غیرت غیر می سوزد بهاری من. ننالم چون ز غم یارم مرا بیگانه می داند. به امیدی نشستم شکوه خود را به دل گفتم. همی خندد به من این هم مرا دیوانه می داند. نصیحت گو چی می پرسی علاجی جان بیمارم. اصول این طبابت را فقط جانانه می داند. به جان او که دردش را هم از جان دوست‌تر دارم. ولی می میرم از این غم که داند یا نمی داند. تو آگه نیستی کاندر سری زلفت چه خونها شد. ولیکن مو به مو این داستان را شانه می داند. سخن از کفر و دین دیگر مگو در پیش لاهوتی. که او این قصه ها را سر به سر افسانه می داند. فقط سوز دلم را در جهان پروانه می داند. فقط سوز دلم را در جهان پروانه می داند. غمم را بلبلی کاواره شد از لانه می داند. غمم را بلبلی کاواره شد از لانه می داند. نگیریم چون ز غیرت غیر می سازد بهان من. نگیریم چون ز غیرت غیر می سازد
ننالم چون ز غم یارم مرا بیگانه می داند ننالم چون ز غم یارم مرا بیگانه می داند فقط سوز دلم را در جهان پروانه می داند غمم را بلبل کاوان شده از لانه می داند نشستم شکوه خود را به دل گفتم با امید نشستم شکوه خود را به دل گفتم همه خندد به من این هم مرا دیوانه می دانند همه خندد به من این هم مرا نظر به سخن خود لاهوتی او این شعر را اول بار به سن 12 سالگی انشاد کرده است. روی تو که رشک ماهی نخشب باشد مهر است ولی نهفته در شب باشد خواهم که کنم نامه ای دوست گسیل سویت که از آن وصل تو مطلب باشد مژگان قلم و لخت جگر کاغذ من خون دل دیوانه مرکب باشد در مرتبه دوم این شعر را انشاد کرده است. افکند تا به ماه کمند تو حاله را بگشود بر رخ دل من باب ناله را زلفش که دل ز مردمی 70 ساله برد مجنون خویش کردم منی 7 ساله را در اینجا 7 سالگی کنایه از خردسالی است. زلفش که دل ز مردمی 70 ساله برد مجنون خویش کرده منی 7 ساله را. لاهوتی چنان که اشاره رفت از خاک ایران است.
پدر لاهوتی گیوکش چارقدوز بوده. لاهوتی به سن رشد از طرف کسی به تهران برای تحصیل علم فرستاده شده. در انقلاب‌های ملی ایران بی‌ذات اشتراک کرده. در سال 1917 به دست انگلیسان اسیر افتاده محبوس مانده. در سال 1921 فراراً در روسیه پناهنده شده است. لاهوتی در اوایل حال شعرهای عاشقی، بعد از آن به تأثیر پدرش که از متصوفین بوده اشعار صوفیانه، پس از آن به تأثیر انقلاب ایران و تعرض خارجیان به ایران شعرهای ملی و وطنی انشاد کرده است. از وقتی که به روسیه پناهنده شده است تا امروز همدم سرودهای انقلابی می سراید. لاهوتی اولین کسی است که در فارسی اشعار انقلابی را بسیار سروده است. اثرهای مطبوعش: یکم حکایه های لاهوتی، دوم ایران نامه، سیوم نوروزنامه، چهارم بهاریه، پنجم لالایی، ششم کریمل، هفتم رباعیات است. ما اشعار ملی و انقلابی این ادیب سرخ را در قسم سوم این مجموعه مطالعه خواهیم کردن. باب میم. محمد زمانی سمرقندی بن محمد رضای فلغری پاخوتی، تولد 1203، وفات 1266. از دست نبیرش تمهید گرفته شد. لیلی نمی پرسد ز کس، مجنون دلی ناشاد را. شیرین نمی داند مگر جان کندنی فرهاد را. ای برده آرامی دلم بازآ که از بی طاقتی. تا چند مانندی جرس از دل کشم فریاد را. کلک قضا تا پیکرت بر لوح هستی زد رقم. تصویر نقش دل کشد دیوانه کرد استاد را. آبی نزاکت می چکد از آتشی رخسارت. اعجاز حسن این بس بود جمع آوری از داد را. ملا رحمت الله مستری کاشانی، تومن قرشی،
از شعرای عصر 13 از تحفة الاحباب. نیست در محفل ما شیشه و ساغر در کار، باده بی غش لعل لب دلبر در کار. نخل آه و دل داغی که به باغ دل ماست، نی چمن حاجت و نی سرو و صنوبر در کار. ناتوانان غمت را به بیابان جنون، نه مددگاری افلاک و نه اختر در کار. گفتم آیین جفا این همه با من ز تو چیست؟ گفت با داغ محبت دل مضطر در کار. میرزا عبدالرازق طبیب منیر بخارایی، وفات 1278. از تحفة الاحباب. باز نیرنگی چو طوفان کرد آب از چشم من، شست سیلی اشک یک سر کرد خواب از چشم من. گر چنین از تند بادی هجر خواهد موج زد، می شود معموره عالم خراب از چشم من. آسمان شامی غریبان از شفق در خون نشست، تا ز بی مهری برفت آن آفتاب از چشم من. یک نظر کردم به چشمی مست او، جویند خلق تا قیامت نشأه 100 خم شراب از چشم من. در فراق آن دوری یکتا چو می گرید منیر، خلق عالم می فتد در اضطراب از چشم من. تاریخ وفات میرزا عبدالرازق منیر را میرزا رحیم منشی زکی تخلص به این قطعه ادا نموده. قطعه: فایق الامثال میرزا رازق اندر شأن او، علم و حلم و خلق و خوبی 4 خصلت جمع بود. رفت از دنیا و تاریخش میانی اهل فضل، از سری این 4 روشن همچو نوری شمع بود. مخفی مباد که عین ها خا خا 1278 است.
قاضی ملا سعدی ماهری بخارایی، وفات 1287. از تحفة الاحباب. در سراغ مطلبی گر من سری می داشتم، گوش بر آوازی پایی دلبری می داشتم. می شدم داخل به بزمی وصلی روشن طینتان، شمعسان سوزی دل و چشمی تری می داشتم. می نهادم پای بر فرقی مرادی دل بسی، بر سر از بی دانشی گر افسری می داشتم. می زدم سر از کمینی سینه چاکی ها برون، همچو گل من هم اگر مشتی زری می داشتم. می شدم پروانه لوحی مزاری خویشتن، شمعسان گر یاری عاشق پروری می داشتم. پدری ماهر از تاتاران قزان بود، اما تولد و کسب کمال ماهر در بخارا شده است. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 68-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.